حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 40 سال تجربه، 40 سال تلاش و صبر و گذشت‌ها تنها به خاطر آبادی وطن. فکر نو، انتخاب نو، آینده نو. اگر مراد ز دنیا کمال انسان است، راه کمال همین شاهراه یزدانی است. هدف ز دین و ز دنیا صلاح انسان است. نظام جمعیت ما نظام انسانی است. ما برای تاجیکستان، تاجیکستان برای همه. با انتخاب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ساختن آینده فرزندانتان سهم بگذارید. رقم 5 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. روز 1 مارس آن را انتخاب نما. اما 42 سال پیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه بنا داشت و نه مکان، بلکه گروهی بودند عبارت از 5 نفر: استاد سید عبدالله نوری، قاری محمد جان، ایشان نعمت الله، جمعه بیگ عبدالسلام، حاجی قلندر که 20 اپریل سال 1973 نخستین جلسه تأسیسی سازمان جوانان مسلمان را به طور مخفی در شهر قرآن تپه در حولی حاجی قلندر گذرانیدند. در ادامه مبارزه های خود این گروه جوانان رنج و مشقت های فراوانی کشیدند. از جمله رهبر این سازمان استاد مرحوم سید عبدالله نوری و دیگران در این مدت زندانی گردیدند و آنها چند سال عمر خود را در زندانهای سیبیر شوروی گذرانیدند. اما سازمان جوانان مسلمان با سرعت رشد میکرد. با آغاز بازسازی که به سالهای 80 عصر گذشته راست می آمد، در کشور پهناور شوروی و گسترش موج آزادی خواهی سرعت رشد سازمان جوانان مسلمان نیز افزایش پیدا کرد و با استفاده از فضای آزادی نسبی به وجود آمده در سراسر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پهن گردید و بعداً به حزب نهضت اسلامی تغییر نام داد و اجازه فعالیت رسمی را نیز پیدا نمود. اما پس از فروپاشی ابرقدرت شوروی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز استقلالیت خود را از حزب عمومی اتفاقی نهضت شوروی اعلان نموده، با برگزار نمودن کنفرانس اولین خود در دهه 40 در تاجیکستان رسما ثبت نام گردید و فعالیت خود را گسترش داد. برای تحکیم استقلالیت و وحدت کشور، حزب نهضت اسلامی در همه مراحل تکیه با کادرهای ملی کرده و منصب‌های دولتی نه اعضای حزب بلکه شخصیت‌های ارزنده از دیگر حزب و حرکت‌ها و یا افراد شایسته مستقل را پیشنهاد کرده است. حزب نهضت همچون ادامه حرکت معارف پروران ابتدای عصر 20 بخارا، تعلیم و تربیه و گسترش اندیشه و آگاهی را در جامعه وظیفه اصلی خود می‌دانست و محور اصلی فعالیتش همین بود. از طرف دیگر نهضتیان در آن زمان برای به دست آوردن و تقویت استقلالیت این وطن تلاش می‌کردند و رسالت و ماهیت اصلی فعالیت خود را استقلالیت وطن می‌دانستند. اما رقیبان حزب نهضت در آن زمان برای برقراری حکومت شوروی یا همان سسسر مبارزه می‌کردند و استقلالیت را تنها زمان پذیرفتند که دیگر آن به بازگشت بود. پس نباید فراموش کرد که اساسی خواسته های دو طرف در آن زمان همین بود، یعنی یک گروه برای برقراری حکومت شوروی مبارزه می بود و گروه دیگر برای به دست آوردن استقلالیت. خواسته های حزب نهضت اسلامی از ابتدا واضح و روشن بودند، هستند و خواهند بود. اما خواسته ها و هدف های دیگران با وجود تغییرات چند باره تا حال روشن و واضح نیستند. نهضت از ابتدا در فکر آرامی و ثبات کشور بود و تا حالا هست.
پس از پراکنده شدن میدانهای شهیدان و آزادی، رهبران اصلی میدان آزادی رستم عبدالرحیم و سنگک سفرov به دست طرفداران میدان شهیدان افتادند. به خاطر وحدت و آرامش، رئیس آن وقته شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سابق ولایت کلاب، فاضل محمد لایق، با ماشین شخصیش سنگک سفرov و رستم عبدالرحیم را سالم تا به کلاب برده رسانید. این صدای تیر حزب نهضت و یا جانبدارانش نبود، بلکه این تیر بود که محمد لایق را به خون غلطاند. این مسئول نهضتی به خاطر صلح جانبازی نمود و به خاطر صلح جان داد. بدون شک او اولین شهید راه صلح بود. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اما جان فدایی محمد لایق هم نتوانست پیش راه جنگ را بگیرد. مطابق خواسته های بیگانگان جنگ اوج گرفت و روز به روز کشور را بیشتر به کام خودش فرو می برد. ولی حزب نهضت از تلاش برای رسیدن به صلح دست نکشید. با وجود این همه فاجعه ها که بر سر اعضا و سرورانش می ریختند، حزب نهضت و رهبریت آن باور داشتند که صلح برقرار می شود. آنها رهبران فرانت خلقی را به خاروق دعوت نموده مذاکرات را به راه ماندند. هدف تنها یک چیز بود: حفظ کشور و نجات ملت از جنگ. اما این مذاکرات هم نتیجه دلخواه به بار نآورد. دلیل وطن دوستی و صلح‌خواهی دیگر نهضتیان آن بود که هنگام حمله نیروهای فرانت خلقی با توپ و تانک و ارتش کشورهای مخالف به استقلالیت، آزادی و پیشرفت کشورمان به دوشنبه، رهبران به رزمندگان دستور دادند که به مقاومت از شهر بیرون روند تا که زنان و کودکان و افراد بیگناه قربان نگردند و وطن از این زیادتر به ویرانه تبدیل نیابد. سپس یک قسم بزرگ ملت مجبوراً ترک وطن نموده به کشور همسایه افغانستان مهاجر شد. در آن کشور ملت تاجیک را باز هم حزب نهضت گرد هم جمع آورده و نگذاشت هم ملتان گرفتار فاجعه پهن و پریشان گردند و تقدیر تاجیکان گذشته دوباره تکرار شود. حتی در هجرت و در کشور افغانستان مرحوم استاد سید عبدالله نوری در پاسخ به سؤال یکی از روزنامه‌نگاران تأکید نموده بود که ما نمی‌خواهیم وطنمان به قبرستان تبدیل یابد. ما در قبرستان دولت ساختنی نیستیم. بنابراین پس از آغاز مذاکرات صلح، حزب نهضت اسلامی صمیمانه و صادقانه آن را پیگیری نمود. به خاطر نشان دادن صداقت خود، حزب نهضت اسلامی تمام نیروهای مسلح خود را در ارتش کشور شامل نموده، تمام اسلحه و یراقهای نیروهای خود را به دودیلگی به حکومت تسلیم نمود. حال آنکه برای این عمل صلح‌جویانه برخی از گروه‌ها نهضتیان را تنقید و طعنه می‌کردند که در اوج قدرت تمام نیروهای خود را تسلیم حکومت کشور کردند. اما نهضت با این کارش صداقتش به وطن، وفاداریش به مردم و صمیمیتش را به صلح به اثبات رسانید. برای به هم آمدن ملت و برگشتن مهاجران اجباری جنگ شهروندی به وطن، به خاطر از بین بردن کینه و دشمنی، به خاطر آغاز سازندگی و رشد و پیشرفت، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به سازشنامه صلح امضا گذاشت. در روزهای اولین امضای سازشنامه صلح بود که محمود خدایبردیوف، فرمانده فرانت خلقی، با نیروهایش به وطنمان حمله نمود. در همین لحظه های حساس نهایت دشوار، نیروهای مسلح تحت رهبری نهضت در کنار نیروهای دیگر قهرمانانه از کشور دفاع کردند که تا حال قهرمانی هایش از یادها نرفته است. زیرا نهضت اسلامی صلح به دست آمده را ارزشمند و مقدس می‌دانست و می‌داند و امروز هم به خاطر تقویت و گسترش آن تمام تلاش خود را انجام می‌دهد. اگر آن روز نهضت صداقت و صمیمیت خود را با صلح و آرامی وطن، با سپاریدن اسلحه و نیروهایش به حکومت به اثبات رسانیده باشد، امروز با صبرش آن را آبیاری می‌کند. اگر آن زمان نهضت به خاطر حفظ کشور، به خاطر صلح و به خاطر آرامی وطن یراق و نیرویش را سپارید و ملامت شنید و سرزنش ها را بجان خرید،
امروز به خاطر حفظ آرامش و تقویت صلح و امنیت کشور صبر می کند و باز هم ملامت و سرزنش ها را به جان می خرد. شما هر کاری میکنید صبر نهضت بیشتر و قویتر از خشم شما هست. ما با صبر خودمان شما را خشمالود خواهیم کرد، ولی این را بدانید برای امنیت این ملت و این کشور هر چقدر لازم باشد نهضت صبر خواهد کرد. صبر ما در این مسئله حد و حدود ندارد، ولی من میترسم که صبر شما حد پیدا میکند و خودتون صبر و تحمل را از دست میدهید و دست باز به کارهای میزنید که نه تنها باعث خجالت و شرمندگی خودتان بلکه همه این ملت میشود. نهضت اسلامی تاجیکستان صبر کرده است، صبر خواهد کرد، ولی از این به بعد تمام حقوق خود را طبق قانون تقاضا خواهد کرد. به خصوص در این مرحله که خیلی حساس است. بس است این ملت را سرکوب کردن. یک مرتبه با تانک و توپ خارجی ها ملت را سرکوب کردیم، میانش را شکستیم ولی روحیش را نه. این ملت هیچگاه راه افتادن نبود و نخواهد شد. بیاید دیگر درباره جنگ صحبت نکنیم، از جنگ یکدیگر را نترسانیم. بخصوص نهضت اسلامی تاجیکستان را که همه چیز را دیده است، در برابر همه مشکلات صبر کرد. جنگ را هم دیده است، مقاومت را هم دیده است، هجرت را هم دیده است، بازگشت سربلندانه را هم دیده است، صلح و صفا و همدیگر فهمی را هم دیده است. نهضت این مرحله ها را گذشت، ملت این مرحله ها را گذشت. دیگر یکدیگر را از جنگ نترسانیم. همه میدانند که این جنگ با دست کی انجام شد، توسط سلاح‌های کی انجام شد. ملت زنده است، فراموش نکرده است. نهضت اسلامی تاجیکستان اثبات کرد یک مرتبه که در برابر دخالت خارجی چگونه واکنش خواهد کرد. در این تاریخ استقلالیتی ما همگی یک مرتبه به کشور ما از بیرون ارتش کشیدند و همتون میدونید سال 98 با کمک خارجی ها به کشورمون ارتش کشیدند. نهضت اسلامی تاجیکستان بود که با مجاهدینش در برابر یورش بیگانگان ایستاد. سلاح داشت، مهمات داشت، ولی به خاطر ملت و وطن وای ایستاد. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود. اگر حکومت و حزب حاکم نقش و آبرو و حیثیت حزب نهضت را کم رنگ نشان دادنی شوند، پس روی به مردم تاجیک بیارند. مردم را با جای کار، نفقه، معاش خوب، گرمی، زندگی، حقوقهایشان را بدهند. آنگاه مردم از آنها جانبداری خواهد کرد و با آنها رأی خواهد داد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را وطن هر یک تاجیکستانی می داند و دوست داشتن آن را هم وظیفه انسانی و هم وظیفه شرعی می شمارد.
برای هر یک نهضتی وطن مقدس است و هر یک نهضتی آماده است خودش را فدای وطنش نماید، زیرا هر یک نهضتی زاده این سرزمین است، با خاک و آب این سرزمین رشد کرده است و در منظره های بهشت آسایش به کمال رسیده است. اعضای حزب نهضت و هوادارانش نیز مثل همه دیگر قشرهای جامعه زندگی را با همه آب و رنگش دوست می‌دارند و از قهرمانان این وطن افتخار می‌کنند و آنها این را نه تنها با سخنان خشک و خالی بلکه با عمل بارها اثبات کردند. با حزب نهضت اسلام هستی دور و دراز، مستحکمیت در حمایت منفعت‌های ملی و سربلندی به هر اعضای آن آرزومندم. حزب امروز یکی از سوبیکت‌های مهم سیستم‌ی سیاسی تاجیکستان میباشد و اعضایان این حزب وطن دوست، وطن پرور، خداترس و سازنده این ملت و دولت هستند. چون که مرحله‌ای که امروز ما هستی میکنیم، این مرحله خیلی هم حساس می باشد که تمام ما هر یک تاجیکستانی از آن جمله حزب نهضت اسلام این مسئولیت را خیلی هم حس میکند و حرکت میکند که برای حمایت وطن، برای حمایت ایمان، برای حمایت شأن و شرف مردم تاجیک، وطن تاجیک، همه آن سعی و کوشش دارد، همه آن علمی که دارد صرف کند. نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر محبت و صداقت به همین سرزمین و به خاطر سربلندی مردمانش از سال 2010 شعار اصلی اش را چنین انتخاب کرده است: اما حزب نهضت فقط شعار نداده است بلکه برای عملی شدنش نیز تلاش کرد. برای مثال در زمان اعلان خرید سهمیه‌های راغون، حزب نهضت اسلامی به مبلغ 1 میلیون سامانی سهمیه خریداری نمود. زیرا این طرح را یک برنامه ملی و برای رشد کشور مهم می‌دانست. ما وقتی که رهبریت کشور دعوت کرد برای خریداری سهمیه راغون، فقط از بودجه مرکزی حزب در مبلغ 100,000 سامان و در مجموع اعضایان حزب 1 میلیون سامان سهمیه راغون خریداری کردند. معرکه ملی بود. همچنین حزب نهضت اسلامی به خاطر برافراشته شدن پرچم تاجیکستان عزیز در المپیادای لندن اعلان نمود که اگر هر کس صاحب مدال گردد یک خانه دو حجرگی به او هدیه می‌دهد. یعنی هر کی پرچم وطنمان را بالا بردارد ما به او خانه می‌دهیم. با لطف خداوند، با کمک خداوند و این برادران خواهران و نام ناموس ما امکان دارد در پهلوی با برادران و خواهران ملت دوست ما خواهند ایستاد که هر یک ورزشگر تاجیک که در المپیاد جایزه میگیرد با یک حجره دو خانگی مکافات داده شود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وعده خود را فراموش نکرد، بلکه در یک مراسم با شکوه در مرکز حزب و اشتراکچیان المپیاد هدیه‌های را تقدیم نمود و به گردآفرید تاجیک موزون شاریه و خانه دو حجرگی تقدیم نمود. خانه‌ای که نه از بودجه دولت بلکه از پول اعضا و جانبداران نهضت اسلامی جمع آورده بودند. نهضت جهان پهلوان تاجیک رسول باقی را هم فراموش نکرد، زیرا ما او را قهرمان می‌دانستیم و می‌دانیم. بنابراین در این مراسم حزب به رسول ماشین سبکرو هدیه نمود. برادر عزیز بار دیگری نه بارکتون باشد، بازم با پلوی بلندتر انشالله که تو اون مدال طلاش نیاوردی قرار نشی. شخصان دلسوز وطن میدانند که دل هر یک نهضتی برای پیشرفت این وطن میتپد و هر یک نهضتی با قهرمانان این سرزمین افتخار میکند و برای افتخار آفرینانش ارزش و احترام قائل است. حزب نهضت اسلامی که به ورزش اینقدر توجه دارد، بگذار حزب‌های دیگر از این عبرت بگیرند و آنها باید که با ورزش که تمام مردم را فرا میگیرند آنها توجهی بیشتر ظاهر کنند.
هموطن عزیز، نهضت خواهان عدالت اجتماعی و برابری و برادری است. ما باوری داریم که با هم راه خواهیم یافت یا پل خواهیم ساخت. هموطنان گرامی، آینده خوب را به ما هدیه نمی کنند. آینده خوب را باید بسازیم. آن را تنها ما با کمک همدیگر می توانیم بسازیم. تصمیم امروز شما آینده نیک فرزندانتان را تأمین می کند. امروز شما نه برای خودتان بلکه برای آینده ملت خود و فرزندانتان آواز می دهید. آواز شما 5 سال آینده زندگی شما را معین می کند. فکر نو، انتخاب نو، آینده نو. پس به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آواز دهید. آواز شما، تلاش ما، آینده بهتر. از شما خواهش میکنیم در برابر نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزدهای آن علامت جمع را گذارید. ما برای تاجیکستان، تاجیکستان برای همه. آواز شما به حزب نهضت اسلامی این سهم شما به صلح پایدار وطن است. آواز شما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این آواز برای ثبات، برای وحدت، برای همبستگی، برای همدیگر فهمی دین و دنیا، برای آرامش و ثبات دنیا و آخرت هر کدام ما هست. آواز شما به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این آواز شما بر ضد تهمت، بر ضد دروغ، بر ضد اختلاف و فتنه انگیزی هست. شعار ما برای تاجیکستان و تاجیکستان برای همه.